به خدا من کلاس بودم، من جایی که نبودم. چرا باور نمیکنی حرفمو؟ من کلاس بودم. من کجا میدونم برم؟ الو سلام امیر. الو سلام عزیزم، چطوری؟ نمیتونم صحبت کنم، خواستم یه چیزی بهت بگم. چی شده؟ امروز که نرفتم آموزشگاه مامانم رو فهمیدم. چجوری؟ از کجا؟ از آموزشگاه زنگ زده بودن خونم. شوخی میکنی؟ نمیدونی چی شد، اینقدر گریه کردم، اینقدر دعوام کردم که خدا میدونه. چیکار کنیم حالا؟ خیلی داغونم، خیلی. باشه تو آروم باش، نگران نباش، اشکال نداره. از فردا هم هر جا برم فکر کنم با هم بیان. اشکال نداره، صبر میکنیم یه جوری. گفتم بهت زنگ بزنم که اطلاع داشته باشی. فعلا کار نداری، من نمیتونم. باشه اوکیه. باشه خداحافظ. شبت بخیر، خدا. چجوری زنگ زدن به خونشون؟ دروغ میگه. فکر کنم الکی داره بهونه میاره به نظرم. فردا میرم سراغش. فردا میرم در مدرسه شون ببینم راست میگه یا نه. سگ تو شانس. مامانش همراهش بود، فکر کنم دیگه هیچ وقت نذارن تنها بره بیاد. چیکار کنم؟ گفت زنگ میزنم، اینجوری کرد. فکر کنم برم منتظر بمونم که زنگ بزنه. الو سلام عزیزم، خوبی؟ خیلی منتظرت بودم، چه خبر؟ ببخشید زور نتونستم بیام ببینمت، یه مامانم بود، اصلا استرس گرفته بودم. مامان تو اشکال نداره، فدا سرت. کجایی؟ الانم خونم با خواهرم تنهایی. خواهرت؟ فهمیده؟ حالا بعد برات تعریف میکنم. اوکی باشه. الان خواهرم خود بره سر کار، منم باهاش میخوام برم. میای ببینمت؟ آره میام. فقط یه چیزی، من ماشین ندارم الان. من تو نگفته من 2 تا ماشین دارم، چجوری حالا ماشین نداری؟ چیزه، دست داداشم یکیش ماشینش خراب شده بود، با ماشین من رفت، اون یکی هم هست. اوکیه، میام. مرسی. میبینمت. پوس. قربونت، خداحافظ. ایول برم ببینم. از این بود زایه شده بودم. الان باید برم دوباره دنبال یه نقشه‌ای برای دزدیدن ماشین. خدا رو شکر تونستم ماشین رو جور کنم و یعنی آبرو میرفت. فکر کنم اینجاست. سلام عزیزم، خوبی؟ چطوری؟ مرسی، تو خوبی؟ مرسی. دلم تنگ شده بود برات. کجا بریم؟ نمیدونم، یه چپار فعلا وایسا. چه خبر شده؟ خونتون چه خبره؟ جنگه؟ چجوریه؟ جنگ اینجوری نیست، نمیدونی چی میگذره تو خونه ما. چرا اینجوری شدن؟ چقدر حساس شدن؟ خیلی رو من حساسم، خیلی. من نمیتونم حتی در کوچه بیام. بچه خودم هم کلافشه، نمیدونم به چه بهونه‌ای الان اومدم. خیلی دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور. کجا دوست داری بریم؟ بریم کافه جایی. بذار فعلا اینجا وایسیم. آره. کم حرف بزنیم. چقدر وقت داری؟ خیلی وقت ندارم چون باید برم. جانم مریم، اگه خواهرت میدونه چجوری؟ یه جورایی تقریبا. یعنی پایه است باد؟ آره تقریبا. خیلی خوبه اگه بدونه که خیلی کار از خیلی طریق راحت اون میشه. تونستم بیام.
خواهرم به مامانم نگفت یکم کارم زیاده یه مریم با هم بیا کمکم کنه دیگه گذاشتم. خواهرت گرم واقعا از طرف من ازش تشکر کن. بگم چی؟ گفتی بهش؟ نه بابا کامل نگفت یه جورایی یه چیزایی گفتم کامل نه. خب خوبه استفاده کنیم از این لحظات. آره واقعا من که کلا ریختم به هم بدجور اصلا چرا؟ اعصابم خورده چی دیروز. شده؟ ولش کن مهم نیست نمیخوام تو رو هم ناراحت کنم. بگو دیگه چی شده؟ من و تو که نداریم. راستش قبض موبایلم 600,000 تومان اومده. 600 تومن؟ نمیدونم چیکار کنم. اگه بابام اینم بفهمن بدبخت میشم. خب با کی حرف زدی همه؟ با کی حرف زدی؟ فکر بد زدی؟ نکنی ها. خب باش فکر بد نکن. با دختر دیگه حرف زدم. خب ولی مگه تو نگفتی من با هیچ کس نیستم به خدا. با کسی نیستم دیگه مال قبله. چرا دروغ میگی؟ الان از موقعی که با تو آشنا شدم با هیچ کسی نیستم دیگه. باور کن بیا اصلا این گوشی دست تو اصلا هیچ کسی تو زندگی من نیست. مال قبل اینا. من فعلا نمیدونم چجوری الان ول کن این حرفا رو. نمیدونم چجوری پرداختش. جور میشه ولش کن. چجوری جور میشه؟ 600 تا پول کمی نیست. چقدر حرفایی که بخوای به این روز بیافتی؟ نمیدونم اشتباه کردم. حالا ولش کن. حالا استفاده کنیم. آره الان استفاده کنیم از این لحظات. بریم یه چی می‌خوری؟ بریم بسنی بخوریم. آره بریم. این یکی دو ساعت بریم فقط خوش بگذرونیم. وای آره چه حالی میده. چقدر خوش گذشت. ایس بازرسی دارن جلو ماشینا رو میگیرن. ماموسه آروم باشه چی نگو. بدبخت شدیم. اینجوری نکو شک میکنن. یا خدا چیکار کنی؟ شاید جلو ما نگیرن. وای امیر به خدا گفت بزن بغل. گفت بزن. نکو جوری میفهمم. وای بذار من میرم. وای نفسم دیگه بالا نمیاد. مریم نه بدبخت شدیم چیکار کنیم؟ هیچی نگو. همین ما هیچی نگو شک میکنن. هیچی نگو آروم باش شک میکنن آروم باش. هیچی نگو میگم خواهرمه. خب حواست باشه سوتی ندیا. بذار من برم ببینم چی میگم. آروم باش هیچی نگو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا امام السلام خودت کمک کن. هیچی نگو. مدارک میخواد. نگران نباشی چیزی نپرسید هنوز. یا چرا 50 تومن نزدت بکن. با قسمت میدم بدبخت شدم. تو که نجاتم بده. غلط کردم دیگه بخور دیگه نمیام بیرون. تو رو خدا هم الان کات میکنم فقط بدبخت نشم. یا امام حسین یا ابوالفضل. مریم میگه این دختره کیه بگو بیاد پایین. بیا اینجوری نکن میفهمن شک میکنم. بیا گفتم خواهرم اینو داداشم. یا ابوالفضل چیکار کنیم؟ مدارکمو گرفت گفت زنگ بزنید پدر مادرتون بیان. من چجوری جواب خانواده‌مو بدم؟ همین بار یه کاری کن تو رو به ابوالفضل. به خدا من دیگه میمیرم. من دیگه کشتم. همش تقصیر توئه. من مریم چیکار کنم؟ الان چه غلطی نمیدونم فکرم کار نمیکنه. نمیتونم به مامان بابام زنگ بزنم. نمیشه به خواهرت زنگ بزنی؟ نمیشه زنگ چیکار بزنم. کنیم پس؟ اگه به مامانم میگه عصبانی میشه. اگه مامان بابامون بیان بدبخت میشیم. حالا چه غلطی کنیم؟ حالا ماشینم میبرم پارکینگ. مدارکمو گرفت. هم ماشین میره پارکینگ هم مامان بابامون باید بیان. وای خدایا. گفتن نیان نمیتونید برید. من میرم. کلید ماشینم برداشته. وایسا تو نرو. بذار التماسش کن. بذار. خدایا خودت کمکمون کن. خدایا من هیچی به این دختر کمک کن. چی شد مریم؟ گفت به این پسر رو بگو بیاد. قبول نکرد ولی نکنه میخواد منو بازداشت کنه. خدا نکنه. بشین الان من میرم. وای چه غلطی کنیم. چه شانسی داریم ما. مریم بخشیدمون. چی؟ گفت فقط این سریو میبخشم دیگه نبینم از این غلطا بکنیم. خدا شکرت.
خودشون باورم نمیشه، معجزه شد. اینقدر من دعا کردم، اینقدر نذر نیاز کردم، من دیگه نمیتونم باد باشم. از استرس دارم میمیرم. من دیگه نمیتونم، دیگه آخرین باره. باشه من اصلا دیگه باد بیرون نمیام. خدا که این سری به خیر گذشت. خدای شکر، خدایا خیلی ازت قلبم داشت وای میستاد. اگه به پدر مادرمون گفته بودن چی میشد؟ منو میکشن. تو دوست داشتی من بمیرم؟ نه خدا نکنه. من دیگه هیچ وقت آخر آن با تو بیرون نمیام. مریم من میرسونم. امشب بهم زنگ بزن. کار نمیزنم دیگه، تموم. اصلا دیگه همینجا تمومش کنیم. همینجا تمومش کنیم. من دیگه نمیتونم. نمیایم بیرون نمیایم که گیر بدن. تو بهم زنگ بزن امشب کارت دارم. چی کارم داری؟ مثل الان که میگی بیا بیرون کارت دارم. خب بگو چی کارم داری؟ خب میخوام حرف بزنم با دوست دارم، چیکار کنم؟ خب دوستم نداشته با بیرون که نمیتونیم بریم، چه غلطی کنیم؟ با هم حرفم نزنیم. برو پیش خواهرت سریع یه چیز بخور، فشارت افتاده، دستت یخه. دست پام داره میلرزه. برو نگران باش. خداحافظ. با گوشی خواهرت بهم زنگ بزن. گوه تو این شانس. امروز دوتامون چقدر استرس کشیدیم. منم که بهش گفتم دیگه بیخیال من شو. بیخیالم شه. وای امیرم که امروز داغون بود، گفت پول لازمم. چیکار کنم؟ صبر کن. من همین گوشواره رو فقط دارم. کاش که اینو میفروختم براش. نداره، میگیم کمش کردی چیزی نگیم. بهترین کار همینه. الو سلام، خوبی؟ میگم من زیاد نمیتونم صحبت کنم. فردا میای جای همیشگی؟ کارت دارم، حتما بیا. باشه کار نداری. خداحافظ شب. سلام، خوبی؟ سلام، خوبی؟ کو مامان تمراتی؟ نه شانس رو بردم امروز نیومد. من خیلی عجله دارم. این پولا رو بگیم سریع. کجا میخوای بری؟ این پولا رو بگیم من باید سریع برم. این چیه؟ من یکم پسنداز داشتم. برای چی؟ خب تو لازم داشتی و برم برای تو. نمیخواد. از کجا بردی؟ این خودم جمع کرده بودم. نمیخواد بیا بگیر. نه من تو خودم الان لازم داری. من اوکیش میکنم. جور میکنم از یه جایی. باشه من الان لازم بگیر اینا. نمیخواد. من لازم دارم. کار نداری؟ کجا؟ بعد بهت زنگ نمیتونی وایسی یه دقیقه؟ اصلا برای زنگ شد یه دقیقه. نه نمیتونم خب فعلا. مواظب خودت باش. بهم زنگ بزن یا مریم. منتظرم. پول از کجا برده؟ دمش گرم واقعا. خیلی هم زیاده. چجوری جور کرده اینا؟ عذاب وجدان دارم بدجور. من با یه دختر دیگه حرف زدم، این داره قبض موبایل منو میده. صحبت میکنه. امیر کلی زنگ بزنه. وای خدایا زود باشتی قطع کن. بازم پشت خطیم. چطوری حرف میزنی؟ واسه پشت خطیشم با
باباش در حال مکالمه. موقع شب به کی میتونه زنگ بزنه؟ بعد به گوشی باباش. نکنه باید نه فکر بد نکن. بازم در حال مکالمه. مطمئنم پس یکی دیگه هست. با یه نفر دیگه بوده. شاید قبل از من با یه نفر دیگه بوده. با یه نفر دیگه بوده من نمیفهمیدم، دروغ گفتم. حتما همین جوریه. این با یه نفر دیگه هست. میدونم چه بلایی سرش بیارم. بالاخره بعد یه ساعت حرف زدن قطع کرد. 10 زنگ زده. باز خدا رو شکر بابام به چیزا توجه نمیکنه. ولی نمیدونم زنگش بزنم نکنه خواب باشه. زنگ بزنم. الو. با کی حرف میزدی؟ چه غلطی داری میکنی تو؟ چه غلطی داری میکنی؟ چرا به من دروغ گفتی؟ مریم چه غلطی کردی ها؟ من با کی هستم؟ با کی حرف میزنی یه همه وقت؟ اول بهت گفتم من با هیچ کسی دروغ نگو، داری دروغ میگی. مریضم دروغ بگم. تو از اولش هم به من داشتی دروغ میگفتی. چی میگی تو؟ میگم گوشی زنگ خورد رفتم دادم بابام داشت صحبت میکرد. باور نمیکنم تو با یه نفر دیگه هستی، الان هم داشتی با همون حرف میزدی. تو خیلی به من شک داری؟ این موقع شب با کی حرف میزدی؟ چرا باورت نمیشه؟ میگم بابام داشت صحبت میکرد. نه من دیگه به تو اعتماد ندارم. آره تو با یه نفر دیگه هستی، الان ثابت شد بهم. اصلا تو دیوونه شدی. تو الان چند روز به شدت داری سرچی علکی به من گیر میدی. یعنی واقعا تو فکر میکنی من با یکی دیگه هم؟ دروغ نگو مریم. تو یه نفر رو داری، از اولش هم داشتی. از اولش داشتی با من دروغ میگفتی نه؟ خب پس اگه اینجوری اصلا بیخیال من شو. من نمیخوام با چنین کسی باشم. من شکاک نیستم ولی تو کار خودتو کردی. تو با یه نفر داشتی حرف میزدی، دروغ هم نکن. رابطه‌ای که توش اعتماد نباشه همش بخوای بهم شک کنی اصلا فایده نداره. خرابش همین الان تمومش میکنیم. خداحافظ. هیچ دختری نمیشه اعتماد کرد. خاک تو سر من که بهش اعتماد کردم. چه آدمیه دیگه. وای که دوستش دارم ولی اصلا دیگه نمیخوام باش باشم. مریم یه لحظه وایسا باهات کار. یه لحظه وایسا حرف برای چی اومدی؟ من نگفتم دیگه نیا. دارم باهات. میشه وایسی؟ نه خیر. برو بهت میگم. دیشب عصبانی بودم یه چیزی گفتم. خودت دیدی که عصبانی بودی؟ آره دلیلش هم میدونی. هرچی از دهنت به من گفتی عصبی بودم نفهمیدم. خیلی پر روی. اون لحظه نفهمیدم چی من گفتم. نمیتونم با آدم شکاک باشم. بی برو. من شکاک نیستم. یه لحظه حرفم گوش کن. یه لحظه به حرف من تو بار اولت که نبوده. هر روز همینی. دلیلش خودت میدونی. هر روز داری گیرای الکی میدی. دلیلش اینه که دوستت دارم. برام مهمی، برام ارزش داری. دوست داشتن به این نمیگن. یه لحظه میشه وایسی؟ نه خیر برو. یه لحظه وایسا. یه چیز فقط میخوام بگم. یه چیزی چی فقط. میخوای بگی؟ چی میخوای؟ الان این رفتار یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی بیخیالت شم؟ آره من نمیخوام با تو باشم. مطمئنی نمیخوای باشی؟ آره لطفاً برو. من حرف آخرته؟ آره حرف آخر. دیگه پشیمون میشی از حرفت. از حرفت پشیمون میشی. من اگه برم دیگه نمیام. من نه کی گفته بیای؟ برو دیگه لطفاً نیا برو. باشه میرم. خودت خواستی. اون روز یکی از تلخ‌ترین روزهای زندگیم بود و رابطه من و مریم برای همیشه تموم شد.